رفتم کار کنم. کدوم یکی؟ سینما سنوس. هنوز معلوم نیست. خیلی خوب، چه خبرها دیگه؟ شاک خیلی ممنون. خسته نباشی برای کار مانموزی. مرسی ممنونم، شما هم خسته نباشید. رضا به من گفت که من خودم یه چیزی نمیدونم چی باید بگم. خیلی تبریک میگم این موضوع و خیلی از بچه‌های همیار پلیس میخوام که حسابی حواسشون به پدر مادرشون باشه، تخلف نکنن اینا. من توصیه‌های ایمنی کردم. یعنی پیام ترافیکی دادن آقای تنابنده عزیز. اصلا گفتم پشت فرمون چیز نکشید. چیز نکشی، بعد دیگه تلفن حرف نزنی، حتما بیاین بغل حرف بزنی، سرقت غیر مجاز نگیری، به تابلوها نگاه بکنی دیگه. همین ببخشید، معمولا آقای عطاران غیر از خوشونشی که میکنن از بازیگر میپرسن چند تا زن داری، چی؟ که ازدواج کردی، چند تا بچه داری، اینا مثلا اینا کلیشه‌ای هست. ولی من یه زن دارم. همین دیگه، یه زن دارم، بچه هم ندارم. 2 سال ازدواج کردم. آقای سیدعلی صالحی هم تشریف بردن، خواهش می‌کنم تشریفشون بفرمایید. بله بله، آقای سیدعلی صالحی، آقای علیرضا مسعودی که نویسنده‌های خوب نویسنده کامل برای آقای عطاران هم تالار نوشته. آقای مسعودی 3 کار آقای صالحی، بعد کارهای کوچه عقاقی‌ها بوده. بله. الان کلاتون رو برداشت. بله. یه بازیگر کوچولو هم اینجا هستن که خواهرزاده آقای مسعودی هم. امیر بود، دایی بود، امینه. دادا تو سدرچه. تو 3 نقش بجیده. یه بازیگر هم اینجا هستش که تو هیچ فیلمی بازی نکرده، من گفتیم آقای بهاری تشویق بفرمایید. یکی از بازیگرای خوبمونم اینجا هستن که تا حالا هیچ فیلمی بازی نکرد، آقای بهزاد قهاری. خیلی ممنون. آقای عطاران الان باید به همه امضا بدیم. بچه‌ها خواهش می‌کنم امضای فعلا تعطیل کنید. آقای عطاران انشالله قول میدم بتونن تا جایی از دستشون بر بیاد امضا کنن. چک و اینا هم داشتیم بدین امضا می‌کنیم. خب بریم سراغ جوایز. اما نفری یه دونه بردارن. چند نفر شدن؟ آقای تنابنده هستن. آقای مسعودی یه دونه بردارن، آقای ابراهیمی یه دونه، آقای صالحی یه دونه، آقای عطاران هم یه دونه. تو هم بدیم این آقای مسعودی این رو شروع کنین. آقای از اون باید اینا رو جایزه میخوام بشه بدیم. مسابقه برگشت توضیح شده اینجا. آقا بریم مسعود. یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ خودشون بگو. مرتضی توکل چشمه. باطل اعلام شد. اجازه یه سوال ترافیکی من بپرسم از آقای تنابنده. آقای تنابنده، آیا هیچ ماشینی مجاز هست ورود ممنوع بره؟ حتی ماشینای امدادی اینا؟ آیا نداره، نیست دیگه. گفتگاهشون دست بزن. نفر من یه دونه دیگه برده آقا، یه دونه دیگه برده اسم بخون. جوابش غلطه. چیکار کنم؟ میگم که چرا همه اون هنرمندا جدیدن موهاشون رو میتراشن؟ میگم فوتبالیست میشی. نه من گفتم از من تقلید میکنم. دست بزنید بابا. درسته اسمش غلطه. غفور رضایی همه جوری که ایشون میخوندن نوشته شده. اینجوری بیا، اگه اینجوری بیا. غفور رضایی بودو اینور بیا. خب نفر بعدی رو علی صالحی میکشه. آقای صالحی. علی یه دونه اتوبوس چیز نکرد، شاید نگیری یه دونه.
علی خودت بخون تو سیدم هستی ما هم میشه فکر بلکه ما باشیم. علی فقط عادت داره اسم هر کی بخونه جایزه رو باید نصف کنه. محمد جواد حصارکی. آره؟ من راجب اون مو من می‌خواستم اصلا تقلید نکنم ولی دارم تقلید میشم. خدا میشه بازه جان یه لحظه خدا وکیل اینو نگاه کن. خوشقدترین برگه بود که طرف علی یه ساعت روش اینجوری بود محمد جان. من آخه دیپلمامو با پول گرفتم. علیرضا ابراهیمی یه دونه برداره. این برنامه تهیه شده توسط معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک ناجا هست. جواب درسته؟ ببخشید من وسط خواهش کلمه می‌کنم تبلیغات بود دیگه. جناب آقای محمد رضا دانش نژاد. آقای دانش نژاد 1 آقای دانش نژاد 2 ولی یک کار کنیم این دفعه هر برگه‌ای در اومد اگر برگه آقایون بود نخونیم. هر برگه در بیاریم تو نه آقا میخوام منم مثل شما کشم کنم. دانش نژاد باطل شد. شما به چه خصوصی با من داشت من اینجوری کردم اون را گفتم. آها دوست دارم بذار. خب نیت رو دیدید؟ نیت رو دیدید؟ مرسی مرسی لطفا.